سلام میکنم خدمت همه دوستان. پیام مختارنیا هستم. امروز در خدمت شما با یک آموزش در رابطه با تولید محتوا به کمک هوش مصنوعی و یک وبسایت خیلی کاربردی به اسم copymatic.ai که خودم بارها ازش استفاده کردم و خب تستش هم کردم. از لحاظ سئویی رتبه مناسبی داره، اما گاهی وقتا نیاز به ویراستاری هم هستش. یعنی شما نباید فقط به محتوایی که هوش مصنوعی برای شما تولید کرده بسنده کنید و خودتون هم باید حتما اون محتوا رو ویراستاری کنید. خب توضیحات بسه، من برم سراغ کار. شما زمانی که وارد این وبسایت میشه، حالا داخل گوگل هم سرچ بکنید کپیماتیک پیدا میشه به راحتی. اولین لینک وارد این وبسایت بشید، یک همچین شکل و شمایلی داره. روی استارت رایتینگ فور فری کلیک کنید، اطلاعاتتون رو وارد کنید. یک ثبت نام خیلی ساده است. من چون از قبل اکانت داشتم فقط لاگین میکنم، اطلاعاتمو میخواد، وارد میکنم و خیلی ساده شما رو وارد یک همچین پنلی میکنه. خب اینجا جاییه که تازه به نظر من آموزش ما شروع میشه. همینطور که میبینید این ابزار کپیماتیک 82 تا ابزار مختلف داره این وبسایت که به شما کمک میکنه بتونید هر آنچه نیاز دارید تو زمینه مارکتینگ برای خودتون پیاده سازی کنید. حالا از زمینه محتوای بلاگ شروع کنید، وبسایت و سئو، سوشال میدیا، مارکتینگ، ارزم به حضور شما و موارد دیگه که من چند تا از این موارد رو براتون تست میکنم. مثلا تصور کنید میخواید یک وبسایتی بیارید بالا، نمیدونید محتوا باید چی بزنید، یک سرویسی قرار بفروشید، قرار برای مثال یک هاستینگ بزنید. ما نیاز به یک لندینگ پیج داریم، نیاز به یک صفحات داریم که طراحی بشه، اما خب چیزی نمیدونیم از متدهای روز دنیا و وقت کافی هم نداریم. فقط کافیه روی این دکمه لندینگ پیج کلیک کنیم. اینجا یک فرمی میاره، میگه تان آف وایست میخوای چی باشه، یعنی اون زبان برندت چی باشه. من میگم پروفشنال باشه. کمپانی نیم رو مثلا میذارم سئو ویت پیام هاست. بعد کمپانی تایپ رو میذارم روی از نوع سرویس، چون سرویس هاستینگ. آدینس رو میذارم آیتی. همین فکر میکنم کافیه. و اینجا یک کمپانی دیسکریپشن میخواد که بر اساس اون برای ما محتوا رو تولید کنه. حالا من اینجا میام می‌نویسم is a website about buying wordpress هست و تموم. خب حالا میگه پیج استراکچر میخواد چی باشه. من میگم یه دونه نویگیشن میخوام داشته باشم، یه منو داشته باشم توی سایتم. میخوام یه دونه اسلایدر هیرو داشته باشم، یک بخش بزرگ داشته باشم. حالا همه اینا رو به چشم میبینید. بعد میگم یک how it works به من بده و یه دونه فوتر. حالا موارد دیگه هم میتونیم اضافه کنیم. ببینید موارد مختلف داره، محتوا داره، تستومانیال داره، پرایسینگ داره، about us داره. یه دونه کال تو اکشن هم میگم بذاره زیر هیرو برای من و روی دکمه create new page کلیک میکنم. همینطور که میبینید به یک صفحه دیگه منتقل میشید و AI داره تمام محتوا رو میسازه برای شما. حتی ببینید لوگو رو اینجا برای ما ساخت، لوگو رو برای ما ایجاد کرد. اینجا تمام جایگاه دکمه ها رو به ما داره توضیح میده. اینجا یه جایگاه عکس گذاشته برای ما، یعنی اینجا عکس بیار بذار. اینجا اومده فرایند رو توضیح داده. ببینید کاملا یک لندینگ پیج استاندارد. و اینجا ما فوترمون رو داریم که بهش گفتیم برامون بسازه و در آخر میتونیم سکشن های مختلف اضافه کنیم.
برای مثال شما نیاز داری به یک وایر فریم، نیاز داری به یک چیزی که به یک یو آی دیزاینر بدی تا برات طراحی کنه، نیاز به ایده داری، میتونی از این استفاده کنی. یا حتی این رو شما میتونید تبدیل به HTML و CSS بکنید و تمام محتوایی که اینجا گذاشته رو ببرید روی یک وبسایت و مجزا هاستش بکنید. ببینید دکمه ها نویگیشن رو گفتیم اون بالا بذار، دکمه ساین اپ، ساینینگ، حتی عکس هم الان برامون گذاشت. و این از بخش قشنگ ماجرا بود، این یکی از بخش جالب بود. بخواید سیوش میکنید، من اینجا سیوش میکنم، توی پنلتون میمونه و بعدتر میتونید بهش دسترسی داشته باشید. میرم سراغ ابزارهای دیگه ای که داره. مثلا تو همون بخش اجازه بدید برم تو کار تولید محتوا. اینجا چند تا حالت تولید محتوا داره، حالتهای مختلف داره. من میگم آرتیکل جنریتور میخوام یک محتوا برای من ایجاد کنی، میگه عنوان تو بده. اینجا زبانهای مختلف هم داره. دوستان اگه یک ذره فعال و باهوش باشید میتونید با استفاده از این روش کسب درآمد دلاری داشته باشید از طریق ادسنس و وبسایت هایی که میتونید ایجاد بکنید و محتوا با ای آی تولید کنید بذارید. حالا اون رو بعدتر مفصل راجبش صحبت میکنیم داخل یک ویدیوی دیگه. حتما سابسکرایب کنید کانال یوتیوب منو، چون به زودی ویدیوهایی با مضمون هوش مصنوعی بیشتر براتون پست میکنم. اینجا میگه آرتیکل تایتل به من بده، در مورد چی میخوای صحبت کنی. من بهش میگم میخوام در مورد تاپ 10 کامراز 2023 و میگه کیورد بده. من کیوردم میگم همینه و میگه اوتلاین بده به من، میگه ساب هدینگ بده به من میگم چیزی نمیدونم دیگه، میخوام با ای آی تولید بشه. یا هم مثلا چیزی میدونم، مثلا اینجا میمیسم سونی کامرا، خب یه دونه نوشتم. حالا باز میتونم بیام بهش بگم که خودت برای من جنریت کن بر اساس موضوعی که دادم و میبینید که خودش برای من یک سری ساب هدینگ ایجاد کرد. حالا روی دکمه رایت آرتیکل میزنم، همینطور که سمت چپ صفحه نگاه کنید ببینید که عکس ها رو آماده کرد، ساجست کرده، گفته از این عکس ها میتونی استفاده کنی و اینجا هم محتوای ما هست. اما حالا این محتوا چجوری فارسیش کنیم، چجوری برگردونش به فارسی و توی وب فارسی ازش استفاده کنیم، کاری نداره. خیلی ساده وارد وبسایت ترنسلیت میشین و محتوایی هم که تولید میکنه کاملا بر اساس اصول سئو هستش و من خودم خیلی قبول دارم محتوایی که تولید میکنن. مثلا همین بخش رو کپی میکنیم ببینیم چی نوشته. ببینید چقدر جذاب و زیبا نوشته. شما هر زمان که خواستید میتونید از این ابزار استفاده کنید. و خب من کردیتم تموم شد و باز با ثبت نام مجدد و ایمیل های مختلف میتونید از این 1500 کلمه مجدد بهره مند بشید، یا اینکه بهشون لطف کنید و برید پکیج خودشون رو بخرید. اینجا پلنز اند پرایسینگ داره، حالا در موردش بیشتر توضیح میدم. اینجا بهتون unlimited word میده $15. نامردو عوض کردم، $23 و یک دونه یوزر بهتون میده، محتوای نامحدود، کلمات نامحدود، همه چیتون نامحدود میشه. تراست پایلت رتبه‌ای که حالا یک چیزیه که مثل نظرات اسنپ فوده، ولی خب برای وبسایت ها، برای سرویس ها، برای کلا وب خارجی که
اعتبار یک وبسایت رو مشخص میکنه و رتبه 4 و 8 رو داره، یعنی توسط این کاربرها ریویو شده و واقعا وبسایت مناسبی هستش. یک ابزار، یک کروم اکستنشن داره که شما با نصب اکستنشن کرومش دسترسی سریعتری به ابزارهای AI دارید و برای مثال داخل ادیتور وردپرس هستید و سریع یک متن لازم دارید، یک جایی لازم دارید، حوصله ندارید به سرچ کنید، سریع توی اکستنشنش وارد میکنید، اونجا بهتون محتوا رو تحویل میده. و حالا این رو من خودم تست نکردم، اما به نظر میرسه یک پلاگین وردپرس هم دارن که به صورت خودکار وصل میشه به وردپرس شما و شما به راحتی میتونید با استفاده از این ابزار تولید محتوا کنید. هرچند این نکته رو هم بهتون بگم، شما با استفاده از محتوای تولید شده با AI به تنهایی نمیتونید رتبه بگیرید، شاید توی موضوعاتی که رقابتشون در حد صفر باشه. شما باید به کمک یک محتوا نویس، یک ویراستار و AI بیاید اون نیازهایی که حالا از لحاظ KPI های سئو وجود داره، از لحاظ کیفیت های سئو وجود داره، از لحاظ سرچ رنکینگ وجود داره رو پیاده سازی کنید تا بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادید. حتما سابسکرایب کنید کانال یوتیوب من رو، ویدیوهای بیشتری در راهه.